أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 79 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 80 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثمانون، الدرس الثمانون یعنی درس 80. درس 80 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شود. اما از باب امانت علمی که بنده در این درس مخصوصا بعضی کلمه ها را حذف کردم و دلیت کردم، بعضی کلمه ها را از بین بردم. چرا؟ این صاحب کتاب عقیده خوب دارد در بسیار مسئله ها، اما نمیدانم چرا در همین درس 80 اخوان المسلمین، یک حزب، یک گروهی که در مصر هست، اخوان المسلمین را، بنیادگذارش را، حسن بنا را تعریف و توجیه میکند. نمیدانم از چی حساب. این یک مسئله. دوم مسئله، اون دجال شیعی شیطان گنگی یک دسته را، خمینی را همچون امام در این درس ذکر میکند. نمیدونم چرا. از این حساب اینها را من از اینجا حذف کردم. برای ما نه اون حزب اخوان المسلمینش لازم هست و نه این دجال یک دسته را نامشو امامتیشو نه چیزی دیگرش داریم که این یک دجال یک دسته است، نه امام اون خمینی خبیث. خب اینها را بنده از اینجا حذف کردم و هر مسئله که تعلق به این داشت از اینجا حذف، کلماش در کلمه نو از اینجا من حذف کردگی هستم. کسی اگر کتاب را دارد، اگر که دید این کلمه ها نیست، پس این آگاهی است که او را من خودم از این کتاب حذف کردم، زیرا اینکه در آینده این کتاب انشاءالله چاپ که شد باید تازه و منزه باشد از هر مبتدع و از هر مشرک و از هر نامهای پلید و خبیث باید در این کتاب جا نداشته باشد. بعد از اونه که بنده تصحیح کرده تا به اینجا رسیده هم. خب اکنون بیایید میگذاریم به حوار و گفتگوی و به کلمات نو این درس. این سخنهایی که گفتم این امانت علمی بود. کسی که اصل کتاب را داشته باشد پس این را درک میکند که من از اینجا این کلمه ها را حذف کردم. این کلمه هایی که لایق و شایسته نیست، که مقصد از درس دادن ما هر چیز و هر پارو و هر خاک و هر چیزهای غشدم یافته و یاد دادن نیست. مقصد ما از یاد دادن زبان عربی فهمیدن حق است، درک کردن حق است، اصلاح کردن است و اصلاح شدن است. از این حساب بنده این کارها در این درس 80 انجام دادم. در پیشم هر سخن بیاید مخالف به شریعت باشد حتما حذفش میکنم، حتما تغییرش میدیم. خب صاحب کتاب میگوید کلمه نوی که میارد میگوید اثبت. اثبت یعنی اثبات کرد. و توش که با شما میگیم اثبات کرد، اثبات کردگی است. اثبت اثبات کرد. کلمه اثبت فعل ماضی است. از 22 باب صرفی باب 7 هست، یعنی باب ثلاثی مزید است، از باب 7. اثبت یثبت اثباتا و مثل اکرم یکرم اکراما. اثبت اثبات کرد، یثبت اثبات میکند، مصدرش میشود اثباتا یعنی اثبات کردن. بعد از این میگوید زمانون. زمانون یعنی زمان، و شما هم زمان میگوییم، وقت، زمان. جمعش می شود ازمانون،
یعنی زمانها، وقتها. بعدش میگوید فی العالمی بی اسرهی، فی العالمی یعنی در عالم، بی اسرهی یعنی بی کلیهی، اسرهی یعنی کلیهی، بی اسر یعنی بی کلیهی، یعنی در عالم به تمامش، یعنی در تمام عالم. فی العالمی بی اسرهی یعنی در تمام عالم. بعدش میگوید دویلتون، دویلتون تصغیر دولتون هست. این کلمه که در اینجا میبینید دولتون، این را وقتی تصغیر میکنیم، تصغیر خوردککش میکنیم، میدهش میکنیم، میخواهیم میده نشان بدیم، پس به این طریق میشود که دویلتون. دویلتون ترجمهش دولت چه، دولت میدهک، دولت هایی که خوردکک هستند. دویلتون دولت چه. چطوری که میگیم مثلا رجلون یک مرد، رجیلون مرد چه، مرد میدهک، یا عبدون یک بنده، عبیدون بنده چه. پس به مثل همین دویلتون دولت چه، دولت میدهک. بعد از این میگوید دویلاتون، جمع مؤنث سالم میشود. دویلاتون یعنی دولت چه ها، دولت های خرد. بعدش میگوید اتحده، اتحده یعنی که اتحاد شد، متحد شد، جمع شد، یک گپه شد. به این طریق ترجمه می شود. اتحده از 22 باب صرفی، این اتحده از باب افتعاله هست، یعنی از باب اجتماعه، از باب 11 هست. اما در اینجا یک مسئله صرفی به وجود آمدگی است. اتحده در اصلش ایو تحده بود، ایو واو بود. در باب افتعال اگر فای کلمه حرفی واو باشد، قلب تای کلمه می شود. پس اون واو رو ما قلب تا کردیم، ایو تحده شد اتحده. دقت دادید در اینجا دو تا تایی که می بینید، این یک تش اصل واو بود که قلب تا شد. یعنی در زبان عربی این طور وجود دارد که واو در بعض جاها قلب تا می شود. واضح ترین مثالش از قرآن مثلا تراث می آید در قرآن. تراث، اون تراث در اصل وراث بود. دقت دادید تراث در اصل چی بود؟ وراث بود. واو قلب تا شدگی است. از این حساب در بسیار جا می شود، در بسیار جا قلب ها بود. مثلا تقوا اصل وقوا بود یا وقیا بود، اما تقواش میگیم، واو رو قلب تا میکنیم. این طور در زبان عربی وجود دارد، مخصوصا باب افتعال. اگر که فای کلمه حرفی واو باشد، قلب تایی همون افتعال می شود. پس دو تا تقتی نوشته می شود اتحده. مثلا وصله باشد باب افتعالش می شود اتصاله، اصلش ایو تصاله هست. دقت دادید؟ بعد از این اتحده فعل ماضی است، یتحدو فعل مضارع، اتحاد مصدرش می شود. اتحاد مصدر. اتحده یعنی یک گپه شدن، متحد شدن. یتحدو متحد می شوند، یک گپه می شوند. اتحاد متحد شدن، یک گپه شدن. بعد از این می گوید کونه، کونه یعنی ساخت، به وجود آورد. کونه به معنی ساخت، به وجود آورد، فعل ماضی است. این کونه از 22 باب صرفی باب 8 است. کونه یکونو مصدر میشه تکوینون. پس از باب فرح یفرح تفریح هست. کونه یکونو تکوینون. کونه ساخت، به وجود آورد. یکونو می سازد، به وجود می آورد. تکوین ساختن، به وجود آوردن. بعد از این میگه دولت اسلامیت عظما، دولت اسلامی بزرگ. دولت اسلامیت عظما، دولت اسلامی بزرگ. دولت منعوت، اسلامیت نعت یکم دولت، عظما نعت دویم دولت. دقت دادید؟ دولت اسلامیت عظما، دولت اسلامی بزرگ، کلان. بعدش میگوید نهضتون، نهضتون به معنای نیرو،
به معنای توان، به معنای قدرت، به معنای پیشرفت. به همین طریق ترجمه کرده می شود نهضتون، یعنی نیرو و توان و قدرت و پیشرفت. بعد از این میگوید نهضتون اسلامیتون، یعنی نیروی اسلامی یا توان اسلامی یا قوه اسلامی یا پیشرفت اسلامی. این ترجمه همشان جایز و درست است. نهضتون اسلامیتون، نهضتون اسلامیتون نعت و منعوت است. بعد از این میگوید سببون، سببون سبب، و توش کم سبب میگوییم، جمعش میشود اسبابون، جمعش میشود اسبابون، یعنی سببها، اسبابون سببها. بعدش میگوید اشعله، اشعله یعنی فروزان کرد، اشعله به معنای فروزان کرد، فروزان که علاو را گریان کرد یا سویت را گریان کرد، برق را گریان کرد، برق را کشاد، انا همون را میگن اشعله، یعنی فروزان کرد. اشعله از 22 باب صرفی از باب هفتم است، از باب اکرم یکرم اکرامن هست. اشعله فروزان کرد، یشعلو فروزان میکند، اشعالن فروزان کردن، اشعل یشعلو اشعالن. بعد از این میگوید عصرون، عصرون عصر، با شما هم عصر میگوید یعنی 100 سال، عصر یعنی 100 سال. بعد از این جمع شمیرن میگوید عصورون، یعنی عصرها، 100 ساله ها، عصورون عصرها. بعدش میگوید فی عصرنا هذا، یعنی در همین عصرمان، فی عصرنا هذا در همین 100 ساله، در همین 100 ساله خودمان که در اینجا وجود داریم، فی عصرنا هذا در همین عصرمان. بعد از این میگوید ضوء، ضوء اصلا به معنای روشنی می شود ضوء، اما به معنای چراغ هم می شود، به معنای سویت هم بگیم، برق هم می شود. ضوء به معنای چراغ هم می آید، ضوء چراغ یا روشنی. جمعش می شود اضواء، روشنی ها یا چراغ ها. بعد از این میگوید اشعل الضوء، اشعل الضوء یعنی فروزان کرد چراغ را، فروزان کرد چراغ را، گریان کرد چراغ را، کشاد برق را، سویت را. بعد از این میگوید عکف علی، عکف علی به معنای روی آورد به یا روی آورد، عکفه به معنای روی آوردن، همچنین به معنای قرار گرفتن، انتظار شدن، لازم گرفتن، به این معنا میاد. پس اونه که در آخر رمضان می شود اعتکاف، از همین عکفه گرفته است. اعتکاف یعنی یک جا را لازم گرفته ایستادن، پس عکفه به معنای لبیثه می شود، یعنی یک جا را لازم گرفته ایستادن. جمعش می شود یا فعل مضارعش می شود عکفه یعکفو، یعکفو یعنی روی می آورد یا قرار می گیرد، لازم می گیرد، صبر می کند یا اجرا لازم می گیرد برای خودش. مصدرش می شود عکوفون، یعنی روی آوردن یا قرار گرفتن یا لازم گرفتن. پس عکف یعکفو از 22 باب صرفی باب یکم هست، باب نصر ینصرو است، باب ثلاثی مجرد. عکف به مثل نصر، یعکفو به مثل ینصرو. بعد از این میگوید حتی النومی، یعنی تا خواب، حتی النومی تا خواب، این حتی برای غایت است، یعنی تا خواب. بعد از این میگوید قبل النومی، یعنی پیش از خواب، قبل النومی یعنی پیش از خواب. ببینید قبل در اینجا مضاف الیه ذکر شد، قبل را ببینید منصوب شد، اما درس گذشته گفتیم که قبل از ظروف غایات است، اگر مضاف الیه ذکر نشود معناش نیت شود و لفظش هم نیت نشود مبنی علی الضم می شود. اما اینجا در مضاف الیه ذکر که شد قبل از ظرف منصوب شد، به خاطر اینکه ظرف است، ظرفی قبل النوم یعنی ظرف است، مفعول فیهی است. بعد از این میگوید اطفأ، اطفأ، اطفأ یعنی خاموش کرد، اطفأ خاموش کرد. چطور اشعله را گفتیم گریان کرد یا فروزان کرد، این اطفأ برعکس اون است، خاموشش کرد. یا با تاجیکی میگیم
برق را بکش، برق را خاموش کن. اطفع انمو خاموش کردن، خاموش کرد. اطفع فعل ماضی است از 22 باب صرفی، از باب 8 است. اطفع خاموش کرد. یطفئ فعل مضارعش یطفئ خاموش میکند. اطفاء خاموش کردن مصدرش میشود. اطفاء خاموش کردن. پس اطفأ یطفئ اطفاء به مثل اکرم یکرم اکرامون هست، یعنی از باب 7 است. بعد از این میگوید احسن. احسن یعنی خوب میداند. احسن خوب میداند یا خوب از خود کرده است، خوب فهمیده است. احسن. احسن همچنین فعل ماضی است از 22 باب صرفی، از باب 7 است. احسن یحسن احسان. احسن خوب میداند، یحسن خوب میداند، احسن خوب دانست، یحسن خوب میداند، احسان خوب دانستن. اما می شود احسن را به معنای نیکو کردن هم بیاید. احسن می شود به معنای خیرات و صدقات کردن هم بیاید، یعنی معنای گوناگون قطعیت وابسته به جمله میشناسیم. اما در اینجا ما گفتیم احسن به معنای خوب میداند، از اینجا فهمیدیم، از این کلمه احسن سباحته، از اینجا فهمیدیم که احسن به معنای خوب دانستن است. میگه احسن سباحته یعنی خوب میداند شنا کردن را، آوازی کردن خوب میداند، خوب بلد هست. بعدش میگه احسن لغته خوب میداند زبان را. دقت دادید اینجا به معنای خوب دانستن هست. احسن لغته خوب میداند زبان را. بعدش میگه فیما بینهم آنه که در بین ویها هست، یعنی فیما یعنی در مسئله که بینشان هست. فیما بینهم در مسئله که در بینشان هست. بعدش میگه اصلا. اصلا به تاجیکی هم ما و شما اصلا میگوییم. اصلا به تاجیکی هم همچنین اصلا میشود. میگه اصلا من این چیز رو نمیدونم، از ریشهش نمیدونم، یگان بار این چیز من شنیدگی نیستم اصلا. بعد از این میگوید جبنتون. جبنتون جبنه یا پنیر میگویند، پنیر جبنه. بعدش میگوید خوفا منه از روی ترسی که از وی داشت. خوفا از روی ترسی که منه از وی داشت. خوفا منه از روی ترسی که از وی داشت. بعدش میگوید تسلقه. تسلقه به معنای بالا رفت. مثلا هر چیزی که تسلق میکنن بالا میبروید، مثلا پیشک یا مثلا گربه یا که هر چیزی که درخت و یکون چرا بلندی را میزنه میبره، میگن تسلقه یعنی چسبیده بر آمدن، کنده بر آمدن. انا همین را میگن تسلق کرد، یعنی که چسبیده بر آمد. پس تسلقه بالا رفت. تسلقه بالا رفت که در حوار علمی آید تسلقه الهرتو. تسلقت الهرتو یعنی که بالای درخت شد پیشک گربه. تسلقه به معنی بالا شدن. پس تسلقه فعل ماضی است، بالا شد در زمان گذشته، از 22 باب صرفی، از باب 13 است. تسلقه فعل مضارعش می شود یتسلق و مصدرش می شود تسلقا. تسلق یتسلق تسلقا به مثل تکلم یتکلم تکلما، از باب 13 است. تسلق بالا رفت، یتسلق بالا می رود، تسلقا بالا رفتن. بعد از این میگه لیت. لیت یعنی کاشکی. لیت کاشکی. این لیت از اخوات این نه هست. این و ان، لکن و لیت و کأن و لعله. ببینید لیت از اخوات این نه هست، یعنی که در اول مبتدا و خبر میدراید، مبتدا را منصوب میکند اسم خودش، خبر مرفوع میکند خبری خودش. لیت یعنی کاشکی. لیت کاشکی. بعد از این میگوید صحیحون. صحیحون یعنی صحیح، درست، سالم. صحیحون صحیح، درست، سالم، یعنی کسل نیست، یعنی صحیح هست. بعد از این میگوید اصحاء یعنی صحیح ها، سالم ها، درست ها، جمعی صحیحون هست. بعد از این میگوید جاهده. جاهده یعنی جهاد کرد. جاهده جهاد کرد، در راه الله خدمت کرد. جاهده. پس جاهده جهاد کرد در زمان گذشته، فعل ماضی است.
پس از 22 باب صرفی جاهده از باب نهم است. جاهده یجاهدو مجاهدتن، جاهده یجاهدو مجاهدتن، مجاهدتن، یعنی که از باب قاتل یقاتل مقاتلتن هست. مجاهدتن، جاهد جهاد کرد، یجاهدو جهاد میکند، مجاهدتن جهاد کردن. بعد از این میگوید قویون، قوی یعنی قوی، با قوت، نیرومند، قدرتمند. بعدش میگوید اقویاء، قوی ها، نیرومند ها، قدرتمند ها، جمعی قویون. بعدش میگوید صحوتون، صحوتون یعنی بیدار شوی، بهوش آمدن یا بیدار شدن، بیدار شوی، بیدار شوی معنوی که خودش حاضر میگوید که صحوت الشبابی یعنی بیدار شوی جوانان. جوانان بیدار میشوند، میفهمند اسلام چی است، حق چی است، بیدار شدن جوانان. همچنین به معنای صحوه به معنای بیدار شدن انسان هایی که مست و پیان میشود، با اون معنا هم میآید. اما در اینجا صحوت الشبابی به معنای بیدار شدن جوانان، یعنی درک کردن حق را. بعد از این میگوید یلیهی، یلیهی یعنی که به دنبال اون که میآید، یلیهی به دنبال وی که میآید، یا میشه به معنای نزدیک، نزدیکی وی که میشود، نزدیکی وی، نزدیکی وی میشود ترجمهش کنیم. این یلیهی فعل مضارع است. فعل ماضیش ولا یلی هست. ولا یعنی که به دنبال او رفت، از قفای او رفت، یا از قفای او آمد. ولا از قفای او آمد. یلی از قفای او می آید، به دنبال اون می آید. یا می شود بگیم ولا نزدیک شد به وی، یلی نزدیک می شود. یلیهی، این هی و ضمیر مفعول به یلی است، یعنی نزدیک می شود وی را. این هی یعنی وی را مفعول به. یا می توانیم بگیم که به دنبال وی می آید، وی را از دنبالش، از قفایش می آید. بعد از این میگه یلی هذا یعنی نزدیک می شود این را، یلی هذا نزدیک می شود این را، یا از دنبال این می آید، از دنبال این، از قفای این می آید. پس این هست کلمه های نوی درس 80. با همین کلمه های نوی درس 80 به آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 80. در حوار صاحب کتاب آورده است، میگوید که اثبت الزمن انه لا بد للناس فی العالم بأسره من الرجوع الى الاسلام ولا بد للدول والدويلات ان تتحد وتكون دولة اسلامیة عظمى. میگوید که اثبت یعنی ثابت کردگی است، از زمانو زمان، ثابت کرده از زمان، ثابت کردگی است وقت. انه لا بد للناس فی العالم بأسره، هر آینه حتمی است برای مردم، للناس لا بد حتمی است، ضرور است، للناس برای مردم، فی العالم بأسره در تمام عالم، من الرجوع الى الاسلامی بازگشتن به سوی اسلام، یعنی تمام مردم باید به سوی اسلام بازگردند. ولا بد للدول، و لازم و ضرور است برای دولت‌ها، دولت‌های بزرگ، و دویلاتی و دولت‌های خرد، دولتچه‌ها، دولت‌های میده، ان تتحد متحد شوند، یک گپه شوند، و تکون و بسازند دولتا اسلامیه عظما، دولت اسلامی بزرگی را. دقت دادید؟ اثبت الزمن انه لا بد للناس فی العالم بأسره من الرجوع الى الاسلام ولا بد للدول والدويلات ان تتحد وتكون دولة اسلامیة عظما. ثابت کردگی از زمانه، هر آینه لازم و انه جده ضمیر شأن است، با یگانجا باز نمیگردد.
هر آینه حتمی است برای مردم در تمام عالم، در روی تمام عالم بازگشتن، می ترجمه نمیکنیم، بازگشتنشان به سوی اسلام، مردم به سوی اسلام بازگردن و حتمی است برای دولت‌های بزرگ و دولت‌های کوچک متحد شوند و بسازند دولت اسلامی بزرگی را. بعد از این میگوید عصرنا هذا عصر النهضة الإسلامية والصحوة الإسلامية والعصر الذي يليه هو عصر الإسلام كاملا إن شاء الله. میگد که عصر ما، عصرنا یعنی عصر ما، 100 ساله‌ای که ما زندگی داریم، عصر ما هذا عصر النهضة، این عصر ما، این یعنی این عصر ما، این هذا صفت عصر هست، این عصر ما عصر النهضتی یعنی عصر نیرو توانمند شدن، عصر پیشرفت اسلامی هست. نیرو باید بگیرد اسلامی ها و پیشرفت اسلامی باید به وجود بیاید و صحوت الاسلامیتی و بیدارشوی اسلامی است که مردم باید بیدار شوند. و العصر الذی یلیه و عصری که می آید بعد از این عصر، یا عصری که نزدیک است به این عصر، یا عصری که از دنبال این عصر می آید، هو عصر الاسلام کاملا، اون عصر اسلام می باشد کاملا، یعنی با پررگی عصر و زمان اسلام می باشد ان شاء الله، اگر الله خواسته باشد. میگوید عصرنا هذا عصر النهضة الإسلامية والصحوة الإسلامية والعصر الذي يليه هو عصر الإسلام كاملا إن شاء الله. این عصر ما عصر بیدارشوی اسلامی و عصر هوشیارشوی یا اصل نهضت الاسلامیت یعنی پیشرفت اسلامی یا که قوه گرفتن اسلامی و عصر بیدارشوی اسلامی و عصری که بعدش می آید اون عصر اسلامی کامله هست، عصر الاسلامی کاملا ان شاء الله اگر الله خواسته باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید اشعل الضوء في غرفتي مساء كل يوم واعكف على قراءة كتبي وكتابة دروسي حتى النوم ثم اصلي العشاء وقبل النوم اطفئ الضوء. میگوید که اشعل الضوء، اشعل یعنی فروزان میکنم، گریان میکنم چراغ را، فی غرفتی در اتاقم، در کامنتم، در خانم، مساء کل یومین بگاهی هر روز، و اعکفو یعنی که و روی می آورم، علی قرائت کتبی روی می آورم برای خواندن کتاب هایم. اگر که روی می آورم بگوییم پس برای خواندن کتابم میگوییم. اگر بگوییم که قرار میگیرم و اعکفو یعنی قرار میگیرم یا لازم میگیرم، اگر به معنای لازم گرفتن بگیریم اعکفو را، عکف یعکفو را، پس علا برای تعدیه از قرائت مفعول بهی اعکفو میشود. پس در ترجمه میگیم که و لازم میگیرم، علا را ترجمه نمیکنیم، و لازم میگیرم خواندن کتابهایم را، و لازم میگیرم خواندن کتابهایم را و خواندن درسهایم را. این اگر که بگیم لازم میگیرم پس علا برای تعدیه میشود. اما و اعکفو و معنای روی می آورم باشد، علا را ترجمه میکنیم روی می آورم برای خواندن کتاب هایم و برای نوشتن درس هایم، این طور ترجمه می شود. حتی نوم یعنی تا خواب لازم میگیرم یا روی می آورم تا کی؟ حتی نومی تا خواب کردنم، یا گریان میکنم چراغ را تا خواب کردن. ثم اصلی العشاء بعد میگذارم نماز خفتن را، بعد میخوانم نماز خفتن را. و قبل النوم اطفئ الضوء و پیش از خواب کردن خاموش میکنم چراغ را، میگوید که اشعل الضوء فی غرفتی مساء کل یوم و اعکف على قراءة کتبی
و کتابت دروسی حتی النومی ثم اصلی العشاء و قبل النوم اطفئ الضوء. یعنی فروزان میکنم چراغ را در کامنتم بگاه هر روز و روی می آورم برای خواندن کتابهایم و برای نوشتن درسهایم تا خواب کردن. بعد نماز خفتن را میخوانم و پیش از خواب کردن خاموش میکنم چراغ را. بعد از این میگوید که من اطفأ الضوء، یعنی کی خاموش کرده است چراغ را؟ من اطفأ الضوء، کی خاموش کرده است چراغ را؟ میگوید حان وقت النوم قم و اطفئ الضوء و اذهب الى غرفة نومک. میگوید که حان وقت النوم، یعنی فرا رسیده است وقتی خواب کردن. فرا رسیده است وقتی خواب کردن. قم، از جایت بخیز. و اطفئ الضوء، و خاموش کن چراغ را. و اذهب الى غرفة نومک، و برو به اتاق خوابت، و برو به کامنته خوابت. حان وقت النوم ثم قم و اطفئ الضوء و اذهب الى غرفة نومک. فرا رسید وقتی خواب، بخیز از جایت و خاموش کن چراغ را و برو به کامنته خوابت. بعد از این میگوید اولادی یحسنون اللغة العربیة و یتکلمون فیما بینهم بها. یعنی که اولادی، فرزندان من، یحسنون اللغة العربیة، خوب میدانند زبان عربی را، و یتکلمون فیما بینهم، و سخن میگویند فرزندانم، فیما بینهم، در آن مسئله که در بینشان هست، بیها یعنی باللغت العربیتی، به زبان عربی، و سخن میگوید مسئله که در بینشان هست، یعنی گپ زدنشان و سخن گفتنشان در بین خودشان بیها است، یعنی به همون زبان عربی هست. اولادی یحسنون اللغة العربیة و یتکلمون فیما بینهم بها. فرزندان من خوب میدانند زبان عربی را و سخن میگویند در آن مسئله که بینشان هست به همون زبان. بعد از این میگوید خطف هر جبنة و هرب بها خوفا من الناس فتسلق شجرة قریبة من الدار. یعنی که خطف یعنی گرفت، دزدید، پناهی، چشمه کرد، دزدی کرد، دزدید هرون پیشک، جبنتن، جبنه را یعنی پنیر را. خطف هرون جبنتن، دزدید پیشک پنیر را. و هرب بها، و گریخت با همون جبنه. و هرب بها، گریخت با جبنه. اگر بره ترجمه کردیم، اگر بره برای تعدیه گرفتیم، و هرب بها، و گریزاند همون پنیر را، یعنی پنیر را گرفت و گریخ بر رفت. خوفا من الناس، چرا این کار کرد؟ خوفا من الناس، به خاطر ترسی که از مردم داشت. فتسلق شجرة قریبة، فتسلق پس بالا شد، همون گربه، همون پیشک، پس بالا شد گربه، شجرة قریبة، درختی که نزدیک بود، من الدار یعنی فی الداری، در حولی، درختی که نزدیک بود در حولی. جمین به معنای فی است، باب تقارض در سوی گذشته گفته بودیم، یعنی یک کلمه معنای کلمه دیگر قرض میگیره برای خودش. اصلا مین برای ابتدا است و به معنای فی نمی آید، اما اینجا به معنای فی آمدگی است، معنا را از فی قرض گرفتگی است. از این حسابی را میگن باب تقارض. من الدار یعنی فی الداری، در حولی، درختی که نزدیک است در حولی. خطف هر جبنة و هرب بها خوفا من الناس فتسلق شجرة قریبة من الدار. یعنی دزدید پیشک پنیر را و گریخت با پنیر از روی ترسی که از مردم داشت، پس بالا شد درختی که نزدیک بود در خانه.
یا در فی داری در حولی، درختی که نزدیک بود در حولی. اکنون خطفه فعل ماضی، هرون فاعلش، جبنتا مفعول بهی خطفه. و هرب بیا خوفا. خوفا برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که این را مفعول لاجله میگویند. خطفه دزدید و هرب گریخت. چرا گریخت؟ سبب علت گریختنش چی است؟ خوفا لاجل الخوفی، به خاطر ترس. پس این خوفا مفعول لاجله است. من الناس فتسلق شجرتا مفعول به تسلق است. پس بالا شد درختی را که قریب بود. درختی را مفعول به قریبتا صفت شجرتا. بعد از این میگوید لیتنی کنت عالما فاعلم الاولاد ولیتنی کنت صحیحا قویا فاجاهد فی سبیل الله. میگوید که لیتنی، کاش که من کنت عالما، عالم می بودم، کنت عالما عالم می بودم، فاعلم الاولاد، پس تعلیم می دادم فرزندها را، فاعلم الاولاد، تعلیم می دادم فرزندها را، ولیتنی کنت صحیحا، و کاش که من می بودم صحیح، ولیتنی، کاش که من کنت صحیحا، صحیح می بودم، سالم می بودم، قویا، نیرومند و با قوت و توانمند می بودم، فاجاهد فی سبیل الله، پس جهاد می کردم در راه الله، خدمت می کردم در راه الله. لیتنی کنت عالما فاعلم الاولاد ولیتنی کنت صحیحا قویا فاجاهد فی سبیل الله. کاش که من می بودم عالم، پس تعلیم می دادم فرزندان را، و کاش که من می بودم صحیح و نیرومند، پس جهاد می کردم در راه الله تبارک و تعالی. بعد از این می گوید یا فتا ان کنت تحب الله فجاهد فی سبیل الله فمن احب الله جاهد فی سبیله. می گوید که یا فتا، ای جوان، ای جوان مرد، ای جوان، ان کنت، اگر باشی تو، تحب الله، دوست بداری الله را، فجاهد فی سبیل الله، پس جهاد کن در راه الله، خدمت کن در راه الله. فمن احب الله، پس هر کسی که دوست بدارد الله را، جاهد فی سبیله، جهاد میکند در راه الله، خدمت میکند در راه الله. یا فتا، ای جوان، ان کنت تحب الله فجاهد فی سبیل الله، اگر که دوست بداری الله را، پس جهاد کن در راه الله. این طوران ترجمهش که نمی شود. این کنت تحب الله، اگر که دوست بداری الله را، کنت را ترجمه نمی کنیم. این طوران درست است. می توانیم که اگر باشی که الله را دوست بداری، می شود. یا بگوی که اگر دوست بداری الله را، پس جهاد کن و خدمت کن در راه الله. فمن احب الله، پس هر کسی که الله را دوست بدارد، هر کسی که الله را دوست می‌دارد، جاهد فی سبیله، جهاد میکند در راه الله، جهاد میکند یا خدمت میکند در راه الله تبارک و تعالی. پس این هست حوار و گفتگوی درس 80. با همین حوار و گفتگوی درس 80 به پایان رسید و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم. تا درس آینده، تا درس 81، یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.